من میگم بشه زندگی تو بکن. هنوز عادی نشده برات؟ هنوز سادی نشده؟ هنوز تو داغ فرزندتی؟ آره من داغ بچه‌ای هستم که توی خیابون با اسلحه جنگی به صورتش شلیک کردید. من داشتم زندگی میکردم، زندگی ازم گرفتید. زندگیم اینجاست، قلب من اینجاست، جون من اینجاست، همه وجود من اینجاست. چیو زندگی کنم؟ نابود شد زندگی من. بچه من زیر خلبان‌ها خاک خوابیده. چی برای من عادی بشه؟ بچه من نه تصادف کرد نه مریض بود. بچه من با اسلحه جنگی این حکومت آسمانی شد. چی رو ساکت باشم؟ من ساکت نمیشم، یه قدمم عقب نمیکشم. هیچ چیز برای من عادی نشده. من پر از فریادم، پر از خشمم برای سیاوش. آهنگ رو اگه نمیدونی داره تیر گوش میخونه. ساعت 7 صبح دایی رقص بندری دارم میام. اومدم یه ورزشی بکنم، کاردیو. 4 رو بیدارم تا خمیر بگیرم آماده کنم و شاتر اینا بیان. ساعت 7:30 داداش. 400-500 کالری سوزوندم. دوش بگیرم برم آفیس، حرکت واسه سن آنتونیو. هفته آخر هیوستنم دیگه، میرم یه ماه نیستم. واسه خواهرش داشت. چلو 5 دقیقه داشت 7:30. تازه مینیبوست داره بلند میشه بشه اتوبوس. سلام خدمت رفقای عزیز. ما نهار یه ذره فلفل خوردیم، لبمون سفید شده. من و آج سامیار سلام. آره داریم میریم یه ورزشی بکنیم و ساعت 6 لالا. فردام 3-4 صبح حرکت به سمت کاسبی و 8 به سمت سن آنتونیو. پس فردام مسافر شهر غمم. خوب هستی؟ خسته نباشی.